فتوای شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان درباره لباس ملی. بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و ثنا خداوند یگانه را و درود و سلام بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و خاندان و یارانش باد. شکر به حد از صلح و ثبات و فضای آسایش وطن عزیزمان تاجیکستان می‌نماییم که با عنایت پروردگار و خیرت راهبر غمخوار ما را شرایط سازگار و مناسب برای طاعت و عبادت و ادای فرائض دینی ارزانی داشته است. خداوند متعال بشر را از یک مرد و زن آفرید و قوم و قبیله و خلق‌های گوناگون تقسیم کرده است. ای مردم، به درستی که شما را از یک مرد و یک زن آفریدیم و شما را قوم‌ها و قبیله‌ها ساختیم تا با یکدیگر شناس شوید. هر آینه گرامی‌ترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شما است. خدا دانای خبردار است. سوره حجرات آیه 13. این است که هر قوم، قبیله و خلق از قدیم و در شرایط معاصر هر ملت عرف و عادت، عنعنه و سر و لباس خاص خود را دارد. خلق و ملت‌های حوزه تمدن اسلامی نیز هر کدام لباس‌های خاص خود را دارند. سر و لباس مردم مسلمان وابسته به شرایط زمان و مکان معین و طراحی شده است. لباس شاننده بدن مرد و زن میباشد. در این مورد در قرآن و حدیث آمده است عورت مرد از زیر ناف تا زیر زانو، زن باشد غیر از روی، پای و دست عورت است. در عرف و تعامل مردم زنان و مادران تاجیک طی 100 ساله‌ها لباس‌هایی می‌پوشیدند و می‌پوشند که به طلبات شریعت جوابگو بوده. در آنها عادت و عنصرهای محلی و خصوصیت‌های طبیعت و جغرافی به اعتبار گرفته شده‌اند. اگر ما به سر و لباس معمولی زنان و مادران ملت تاجیک نظر اندازیم، آگاهی پیدا می‌کنیم که بانوان کشور ما اکثرا لباس ملی می‌پوشند که از رویمال، کرته و پایجامه عبارت است. در اطراف چگونگی سر و لباس ملی جوابگو به سطح مسلمانی در جامعه فکر و اندیشه‌های گوناگون و ملاحظه‌های بی اساس پیدا شده است. بنابراین شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان با در نظر داشت طلبات فقه حنفی فتوا می‌دهد: یکم، طبق مقررات شریعت اسلامی و مذهب حنفی پوشش سطر زن باید از رویمال، کرته و پایجامه عبارت باشد که مادران تاجیک از قدیم الایام آن را به بر می‌کردند. دوم، لباس ملی عنعنوی مادران و خواهران تاجیک که از رویمال، کرته و پایجامه عبارت است کاملا به طلبات مذهب حنفی جوابگو میباشد. از این خاطر پوشیدن لباس ملی ما در فقه مذهب حنفی اجازه بوده نسبت به هر نوع لباس دیگر افضلیت دارد. دین مبین اسلام وابسته به پوشیدن لباس مقررات خاص دارد، اما در شکل دوخت یا رنگ لباس محدودیت مقرر نکرده است. بنابراین پوشیدن لباس‌های رنگی ملی در مذهب ما جایز است، اما پوشیدن لباس‌های تن و سیاهی زنانه، حریر و دیگری که تنک باشد که عضوهای بدن را نمایان میکنند توصیه داده نمیشود، زیرا رنگ سیاه از نظر مذهبی ما حتمی نبوده با خصوصیت‌های ملی و شرایط جغرافی ما نیز سازگار نیست. با در نظر داشت این نکته‌ها شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان به مادران و خواهران عزیز توصیه می‌دهد که جهتی ارزگذاری به فرهنگ ملی لباس‌های به طرز ملی آماده شده را که فراگیر معیارهای اخلاقی و دینی بوده حیا و عفت زن مادر را انعکاس می‌نمایند و به اخلاق و آداب اسلامی موافق میباشند به بر کنند با مقصد حفظ ثبات و امنیت جامعه و رعایت آداب دینی و مذهبی و ملی ساکنان از پوشیدن هر گونه لباس‌های و فرهنگ و مذهب ملت ما بیگانه و غیر اخلاقی که با هدف‌های غرضناک ترغیب می‌شوند خودداری نمایند. رعایت آداب پوشیدن لباس ملی همچون رکن فرهنگ وسیله مهم معرفی ملت و تقویت مذهبی اجدادی، اینچنین تحکیم پایه‌های دولتداری ملی که آرامی و ثبات را کفالت می‌دهد به حساب می‌رود. دین مبین اسلام نیز همه ما را مسئول گردانیده است که برای آرامی، آبادی، برادری و رشد جامعه و ملت سهمگزار باشیم. شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان. این بود برادران فتوای مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان درباره همون سر لباسی که امروز معین شده است و مقرر شده است و اون فتوایی که از جانب مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان ثابت شد امروز به سمع ما و شما رسید. واقعا همچنان که در فتوا درج شده بود که بعضی از مادران و خواهران ما و شما که بسیار لباس‌های تن به بر میکنند که
авратҳошон намоён аст, яъне ки авратҳошон дар ҳамон либос часпида меистад ки аз нигоҳи Қуръону суннату мазҳаб маън аст, ҳаром аст, ёки либосе ба бар мекунанд матои бисёр шаффоф тунук аст ки аврати хеш намоён мешавад. албатта мо имрӯз вазифадор ҳастем ҳар яки мо ки имрӯз модаро, хоҳаро, ҳамсарои худро даъват кунем то ки либосҳои ғайримиллиро ба бар накунанд, аз матоъҳои худмон истифода баранд, яъне ки либосҳои омода мекунанд аз ҷониби тарроҳҳо либосҳои миллиро ба бар карда аз ана ҳамон либосҳо истифода баранд.